تقلید جدید سیتا قاسمی از آریانا سعید، هنرمند خوب کشور. سرودن آهنگ جدید سیتا قاسمی در جشنواره بزرگ موسیقی در کشور هندوستان و گفته‌های تازه آریانا سعید برای این کارهای جدید هنرمندان افغانستان، رقابت و سعادت جدید هنرمندان با آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید، هنرمند دلها، ملکه قلبها، یکی از هنرمندان محبوب و سرشناس در هنر موسیقی افغانستان است که در مدت خیلی کوتاه جایگاه هنری خوب در میان هنرمندان افغانستان برای خودش کسب کرد. هنر موسیقی آریانا سعید از مرزهای افغانستان عبور کرده است و این دختر خانم را در میان هنرمندان افغانستان و جهان مطرح ساخته است. آریانا سعید 15 سال قبل با سرودن آهنگ دوگانه با جاوید شریف و هنر موسیقی قدم گذاشت و توانست در مدت خیلی کوتاهی و با سرودن آهنگ‌های لایو در میان مردم افغانستان محبوبیت هنری خوبی برای خودش پیدا کند. آریانا سعید چند روز قبل در بزرگترین جشنواره‌های موسیقی کشور هندوستان اشتراک کرد و آهنگ هندی‌اش را سرود. اما این تازگی ها سیتا قاسمی هم در بزرگترین جشنواره‌های مردم هندوستان در کشور دبی اشتراک کرد و آهنگ هندی سرود که تشویق و حمایت گسترده شده است. ولی بارها دیگر هنرمندان از آریانا سعید، ملکه دلها، تقلید موسیقی کردند. اما هر هنرمند علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. بارها آریانا سعید بیان کرده است هیچ هنرمند دیگر نمیتواند جایگاه هنری من را در هنر موسیقی افغانستان کسب کند. ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی هنرمندان کشور از بارگاه عزت الله تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما خوبان را به الله من نامانت گذاشته موفق کامیاب باشید.